چرا توی هر پاکت سیگار دقیقاً 20 نخ سیگار هست؟ همچین بی حساب و کتاب هم نیست. امروز روز 20م چالش باز کردن گره های ذهنی هر سیگاری. ببین وقتی توی نخ سیگار میذاری لب دهنت رو روشنش میکنی، فقط 7 ثانیه طول میکشه تا تمام رگهای خونی مغزت پر از نیکوتین بشه و یه حس ریلکسی و آرامشی بهت دست بده. جالب قضیه اینجاست نیکوتین با همین سرعتی که وارد بدنت میشه با همین سرعت هم خارج میشه. درست بعد از خاموش کردن سیگار سطح نیکوتین بدنت شروع میکنه به کاهش پیدا کردن و 45 دقیقه طول میکشه تا بدنت خالی از نیکوتین بشه و اون موقع است که مغزت تمنای کشیدن یه نخ دیگه سیگار رو میکنه. و وقتی سیگار بعدی رو روشن میکنی تمام احساس بدی که سیگار قبلی ایجاد کرده از بین میره و دوباره ریلکس میشی. این چرخه باطلیه که همه ما سیگاریا توش گیر افتادیم. و جالب تر از این چیه؟ اینه که ما تو طول روز 24 ساعت زمان داریم که 8 ساعتشو خوابی، میمونه 16 ساعت. 16 ساعت رو تقسیم بر این 45 دقیقه بکنی میشه 20 نخ سیگاری که ما نیاز داریم تو طول روز مصرف کنیم.